سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. بسیاری زنهای ما هم در مسافرتند، میخواهند منتو تیار کنند لیکن منتو پزک ندارند. من باشم امروز منتو به منتو پزک در آب تیار میکنم. بعضی ها فکر میکنند که منتو در آب مثل منتو پزک تیار نمیشد. من باشم امروز راه منتو در آب مثل منتو پزک تیار شدنش را نشان میدهم. با ما لازم است 500 گرم آرد، 250 میلی لیتر آب ایلیق، یک دانه تخم، یک قاشقچه نمک، یک قاشقچه کرخمل لازم است. در اول آرد را به ظرف گرفته آب، نمک، کرخمل را همراه کرده خوب آمیخته میکنیم. کرخمل برای چی لازم است؟ خمیر ما را در آب برای فله شدن نمیگذارد و تخم باشد خمیرمان را سخت و برای لخ شدن نمیماند. همش را خوب آمیخته کرده خمیر تیار میکنیم. خمیر ما هم تیار شد. اکنون خمیرمان را به دو قسم تقسیم میکنیم. خمیرمان را 10-15 دقیقه نگاه می‌داریم تا که دم گیرد. تا دم گرفتن خمیرمان فرش تیار میکنیم. 3 دانه پیاز، 400 گرم فرش، نمک و پریپراوا لازم است. پیاز، فرش، پریپراوا، نمک را خوب آمیخته میکنیم. فرش ما هم تیار شد. خمیر ما هم دم گرفت. آب یک قاشقچه کرخمل همراه کرده زباله را میکشیم به نهایت خشک و تماما لخت نشده گشوده میشود. من خمیر را تنک کردم و اکنون با قالبچه زیر میکنم. شما میتونید با کاسه یا که یگان بکل زیر کنید. ما اضافه خمیرمان را بریده این گونه بابچه تیار میکنیم. برایش چوربا یگان خوراک کدام به نهایت با لذت تخم دارد. خمیرش به نهایت با لذت تیار میشد. من گردکای خمیر را بابچه کردم، بابچه توپه و اکنون آن را خشک کرده و خوراکان ما استفاده میبریم. خمیرمان را ما اسراف نکردیم. من ببینید چه خوشبو تیار میشد و اکنون آن را قاق میکنیم. دو تا زبالچه را میگیریم، 4 قط میکنیم. بسیار نه، کمتر با کار میبریم. اکنون دویم قسمش را با بالایش مانده گردش را سختتر زیر میکنیم تا که چسبد. اکنون فرش گذاشته طرز پیچانیدنش گرفتیم. سخت محکم میکنیم در وقتی پختن گشوده نشود. سخت محکم کنیم. اکنون دویم قسمش را با بالایش میگیریم. آهسته با بالایش میگیریم. باز با بالایش بسیار نه، کمتر فرشته مانده. با دویم قسمش را سخت‌تر بسیار سخت زیر میکنیم که تا که چسبد. ببینید چه شروع تیار شد.
بسیار کمتر بریدیم. باید بریدگی ما با تگ ایستد. دوم قسمش را پوشیده سخت زیر میکنیم. اگر خواهید کلانتر کنید یکی مایده‌اش بینید شروع میآید. گردش را سخت زیر میکنیم. یک بار دیگر تاب میتیم. دوم قسم خمیرمان را آهسته از تگش میگیریم. با بالا میگیریم. با بالا گرفتیم. اکنون باز فرش میمانیم. کمتر میمانیم. یک کمش به دیده کمتر میمانیم که کلان و مایده بیاید بینید خوشرو میاید. اکنون آهسته سخت زیر میکنیم. خمیر ما تخم دارد. برای همین سخت زیر کردن گرید یگانچی نمیشد. ببینید چقدر مانتوی خوشرو تیار شد. میبینید من مانتوها را پیچاندم. برای به تریلکه نچسبیدنش من سالفیتکه ماندم و اکنون میپزیم در آب. میبینید آبی ما هم میجوشد. یک قاشق نمک و یک قاشق کرخمل کوکروزنی همراه میکنیم. کرخمل ما کوکروزنی برای اینکه انداختم خمیرمان را فعلا تیار نمیکنم. در درنی آب چقدر میایستد. و اکنون مانتوها را آهسته میاندازیم. مانتوها را انداختم و اکنون در علابه پستر در مدت 15-20 دقیقه میجوشانیم. میبینید مانتوهای ما هم پختند. بینید خوشروه. مانتوی ما هم تیار. درونش را میبینیم چه خیلی تیار شده است. میبینید درونی مانتوی ما به نهایت خوشرو تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.